سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوب خوش اومدین. دوستای عزیزم، گفتم یه پست میخوام براتون بذارم واسه بچه هایی که اذیت میکنن، حرفتون رو گوش نمیدن. بعضی از مادران میگن ما خسته شدیم، بریدیم، نمیدونیم چی کار کنیم، بچه‌مون به حرفمون گوش نمیده، کلافه شدیم، بچه‌مون به حرفمون گوش نمیده، دیر وقت میاد خونه، اذیت میکنه. بد و بیرا میگه. اینا همه پیام هایی که شما دوستان میگین. یه آیه بهتون میگم، این آیه رو بخونین، بی نهایت بچت سربرا میشه. اول نیت کن، بعد آیه 128 سوره بقره رو بخون. انشاءالله که معجزه میکنه. وقتی که بچه‌تون خوابیده بشین بخونین، یا رو غذا بخونین، رو آب بخونین، بدین بخوره. انشاءالله و با لطف خدا و توکل به خدا بچه‌تون سربرا میشه. دوستان، فرزند نااهل و ناسازگار خیلی بده. کافیه که این ذکرها و این آیه ها رو بخونی، انشاءالله با کمک خدای بزرگ درست میشه. پس چیکار کنیم؟ آیه 128 سوره بقره و آیه 108 سوره مومنون رو آب میخونیم، یا رو غذا، یا رو میوه، یا رو قند، رو شیرینی، رو هرچی که بچه‌تون میخوره بخون، بده بخوره. انشاءالله بعد از چند وقت بچه‌تون سربرا میشه. یادتون باشه باید مداوم بخونین، نیت کنین و بخونین از ته دل، اصلا شک نکنین. میخواین درهای رحمت یکی یکی به روتون باز بشه؟ کافیه شنبه که شد 100 مرتبه بگی یا فتا، یک شنبه 100 مرتبه یا رزاق، دوشنبه 100 مرتبه یا لطیف، سه شنبه 100 مرتبه یا غنی، چهارشنبه 100 مرتبه یا باسط، پنجشنبه 100 مرتبه یا حکیم، جمعه که شد 100 مرتبه یا نور. انشاءالله این ذکرها و این آیه ها سوره ها رو بخونی و نتیجه عالیشو برام کامل. ذکرهای مخصوص ایام هفته هستن. دوستان، این ذکرها، این آیه ها غیر محال ترین حاجت ها رو روا کرده. کافی شما توکل و توسل کنین، انشاءالله که حاجت روا میشین. اگر با آمنه همراه هستی کافی چنل یوتیوب ما فالو کنین. تماس دعا انشاءالله که همیشه سلامت، سرحال، قبراق و دل خوش داشته باشین. التماس دعا.